کار کردم با گیر RX میخوام خدمتتون بگم طوق رو به سمت خودتون میکشید حالت مکانیکی میشه، به سمت جلو فشار میدید حالت هیدرولیکی میشه. حالا ترکیب میخوام باش کار کنیم. ابتدا رو حالت مکانیکی میذاریم، محکمش میکنیم، مثلا الان 1 تن و 200. طوق رو به سمت عقب میدیم، یه ضربه میزنیم رو حالت هیدرولیکی. خط اول 2 تن و 400، خط دوم 3 تن و 300. 2 تا خط دیگه دارید، نیازی نیست بیشتر صفر کنید. برای باز کردنش به همین شکل دسته رو میچرخونید. وقتی صفر شد دوباره رو حالت مکانیکی ضربه نزنید، بکش به سمت خودتون باز میشه. حالت مکانیکی تنها هم میشه باش کار کرد. طوق همیشه به سمت خودتون باشه و به همین صورت باش کار کنید. مثلا به همین شکل من الان یکم صفر ترش میکنم، مثلا الان 2 تن و 300 حالت مکانیکی تنها. برای باز شدنش دیگه طوق همش باشه به سمت خودتون، به همین شکل میکشیدش تا باز بشه. یاد